بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهم قرآن بشوي آسان. در جلسة الله جل وعلا شانه تمام برادر و خواهرای ما را در هر جای دنیا که باشد در حفظ و امان خود داشته باشند و این نشست های ما را الله رب العالمین به خاطر رضای خود بگرداند و به خیر مرتب فرماید. ما در این جلسه پنجم ان شاء الله معنا و مفهوم اذان و خود کلمات اذان و پیام هایی که در اذان هست این را میخوانیم و در بخش قواعد و گرامر زبان عربی انشاءالله امروز حرف را آغاز میکنیم که سه حرف را که در قرآن کریم کثیر الاستعمال هست، لی، من و عن، او را انشاءالله و استعمالاتی او را میخوانیم و نکات تربیتی را هم داریم با خود انشاءالله او را شریک میسازیم. در این جلسه پنجم ما شما 13 کلمه جدیدی را یاد میگیریم که تقریبا از 4000 بیشتر در قرآن کریم استعمال شده. پس از آن را ما شما میشنویم. أشهد أن لا أشهد أن أشهد أن حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي
از آن را که ما شما شنیدیم این از مساجد و از منابر و محراب ها را محراب ها ما هر روز هر مسلمان میره 5 بار میشنوه. این از خود پیام داره و از خود معانی و مفاهیم داره و کلمات که در اذان به کار رفته این کلمات برای مسلمان ها بعضی از معانی و مفاهیم داره که انشاءالله ما شما را با اینجا شریک می سازیم. الله اکبر، الله اکبر. اکبر بزرگ از همه، یعنی بزرگتر. الله اکبر. ما شما در زبان عربی دو کلمه داریم، یک فاعل هست و یک افعل التفضیل هست. کبیر بزرگ و اکبر بزرگتر، مثل که صغیر خرد و اصغر خردتر. الله اکبر، الله رب العالمین از همه بزرگ هست. یعنی الله رب العالمین در مخلوقاتش به هیچ چیزی و به هیچ کسی مقایسه نیست. چرا؟ به خاطر که ما سوی الله کل مخلوق هست. این نظام بزرگ شمسی را که ما شما میبینیم و مخلوقات بزرگی که ما شما میبینیم، در زمین ما کوههای بزرگ را که میبینیم، یعنی ما شما وقتی که این کلمه را میخوانیم الله اکبر، به ذهن ما ای باید بیاید که ما سوی الله هر چیز در مقابل الله رب العالمین خرد است. الله اکبر. الله رب العالمین در قوت و در قدرت و در توانایی خود، در عزت و در شان خود، در تمام صفات زیبای خود از همه بزرگ و عظیم است. الله اکبر، الله اکبر. و این عظمت و بزرگی را او انسانا بیشتر میدانند که اونها علم بیشتر را دارند، خاصتا علم جدید، علم ساینس را بیشتر میدانند. در فضا و در در طب اونا متخصص هستند، در بحار متخصص هستند، بس اونجا درک میکنن که الله رب العالمین چقدر عظیم و بزرگ است. الله اکبر، الله اکبر. این اذان و این کلمه، خصوصا الله اکبر، این کلمه را عزیزان گرامی ما شما فقط در نماز نمیخوانیم. اولین بار که به این دنیا یک مولود به دنیا می آید، اولین کلمات که به گوش او خوانده میشه امی کلمه است، الله اکبر. ما شما در تکبیرات که چند روز پیش ما شما در عید را استقبال کردیم و تکبیرات میخواندیم، بعد از هر نماز در راه در هر جای الله اکبر. ذبح که میکنیم میگویم الله اکبر، الله اکبر. این کلمه این شعار مسلمان هست و این در حقیقت اولین نقطه تربیتی برای مسلمان هست، زیرا که انسانا وقتی که بعضی از وسائل را ببینن، بعضی از امکانات را ببینن، گاهی بعضی از مناسب خود را ببینن، این بعضی چیزای خرد بسیار به او کلان معلوم میشن. بعضی از قوتها را ببینن که به خود سوپر پاور میگوین،
این عظمت و کبریایی الله رب العالمین این گاهی از یادشان میره، گاهی خواهش نفس او برای او از او بزرگتر هست. عزیزان گرامی، ما شما وقتی که کلمه را میخوانیم و میشنویم، در حقیقت ما شما در هر لحظه در تقابل واقع میشیم. صبح وقتی که کلمه را میخوانیم این کلمات را و باز از شنیدن این کلمات هم در خواب میریم، به ندای مؤذن لبیک نمیگوییم، به مسجد نمیاییم. پس از خود پرسان کنیم که اینجا خود ما شنیدیم الله اکبر، آیا اینطور خونه است که خواب ما اکبر شده؟ اینطور خونه است که امو خواست نفس ما برای ما بزرگ شده؟ الله اکبر. پس ما شما دعا بکنیم که یا الله، یا رب عظیم، با ما شما این فهم را عطا فرما، این توفیق عطا فرما که با عظمت و بزرگی تو قسم ایمان داشته باشیم که در زندگی خود تو را از هر چیز بزرگ بدانیم. الله اکبر. و باز مطابق امی کلمه و مطابق امی مفهوم زندگی خود را عیار بسازیم. الله اکبر، الله رب العالمین از همه بزرگ است. الله اکبر. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد، من گواهی می دهم. شهادت، شهادت به زبان ما شما استفاده میشه. شهادت، شهید، شاهد، شاهد عینی، شهادت دادن. و اگر دیگه چیز نیست و همی در محافل عروسی خو ما شما اشتراک کردیم و گواه که میگویم اشهد و شاهدی میدیم. این کلمه اشهد انشاءالله تفصیلی میآید و معنی و مفهومی که در این نهفته هست و به فریضه‌ای که اشاره داره انشاءالله اینجا با هم شریک میسازیم. اشهد ان بر این که، گواهی میدهم بر این که، ان، این کلمه ان در قرآن کریم از 500 بار بیشتر استفاده شده، استعمال شده و هر جای معنیش است بر این که. گواهی میدهم بر این که لا نیست، اله معبود، اله مفرد است و آلهه جمع است که در قرآن کریم استعمال شده و یکی از کلمات کلیدی قرآن کریم است. نیست هیچ معبود الا الله بجز خداوند جل و علا شانه. اشهد ان لا اله الا الله. عزیزان گرامی، کلمه اله یکی از کلمات اساسی قرآن کریم است، مثل که کلمه رب هست، مثل که کلمه دین هست، مثل که کلمه عبادت هست. این کلمه هم معنای بسیار وسیع دارد. اله از لحاظ لغت به 3 معنا دلالت میکنه. اولین معنیش این که او ذاتی که مورد عبادت و پرستش قرار میگیره، یعنی او ذاتی که مستحق عبادت هست. معنی دوم، او ذات را اله گفته میشه به زبان عربی که نیازها و ضرورتهای مخلوق را پورا میکنه. و معنی سوم از اله این است که او ذاتی که او مطاع است، حکمش پذیرفته میشه، او مطاع است، از او اطاعت کرده میشه. به این 3 معنی بجز از الله رب العالمین هیچ کس و هیچ چیز اله نیست، یعنی الهی وجود نداره با این 3 معنی. پس این معنیش شد که یک مسلمان وقتی که میخوانه اشهد ان لا اله الا الله، اقرار میکنه که یا الله تمام عبادات ما
خالصانه و مخلصانه به خاطر تو هست. وقتی که ضرورتمند میشیم، محتاج میشیم، بجز از دربار تو به هیچ کس عجز و انکساری و تواضع نمیکنیم، دست نیاز خود را به تو دراز میکنیم. ما در وقتی که میگوییم که اشهد ان لا اله الا الله، در حقیقت اقرار میکنیم که یا الله، اگر در مقابل امر تو، در مقابل فرمان تو، کدام فرمانی، کدام امری، کدام نظام، کدام قانونی، کدام برنامه دیگری در تقابل او قرار بگیره، او از طرف ما مردود هست، او را ما قبول نداریم. اشهد ان لا اله الا الله، ما گواهی می دهم بر این که نیست هیچ معبود، اله به همین سه معنی، بجز الله جل و علا شان. عزیزان گرامی، کلمه اشهد قابل تأمل هست. اشهد به این معنی که ما از لحاظ قول و عمل خود، از به تمام زندگی خود، من حیث فرد و من حیث جامعه خود گواهی می دهم. اگر در خانه باشیم، در دفتر خود باشیم، در بازار باشیم، در مغازه باشیم، در هر جایی که باشیم، گواهی می دهم اشهد ان لا اله الا الله، که تو را یا الله از همه بیشتر دوست داریم، چون که اله هستی. اشهد ان لا اله الا الله، گواهی می دهم یا الله که فقط تو را به عنوان خالق، مالک و رب خود قبول دارم، و ما گواهی می دهم یا الله که تو یگانه حاکم هستی. چون خدمت شما ما عرض کردیم که معنی اله مطاع، حاکم، و عبادات خود را خالصانه برای تو ادا می کنیم. اشهد ان لا اله الا الله. بر این اساس عزیزان گرامی، ما و شما وقتی که کلمات را میشنویم، اذان را میشنویم، باید خود را دریابیم که آیا اینطور نیست که گاهی خواهشات خود را، گاهی قوم و قبیله خود را، گاهی سمت خود را اله قرار داده باشیم. آیا اینطور نیست که ما در مقابل امر الله رب العالمین با امر خواهشات نفس خود گوش داده باشیم؟ و این خاطر قرآن کریم اشاره داره افرأیت من اتخذ الهه هواه، آیا او کسی را دیدین که خواهشات نفس خود را اله قرار داره؟ ما شما ببینیم آیا با خواهش نفس خود کسی رکوع و سجده میکنه؟ نه. خواهش نفس انسان را مجبور میکنه که با خواستی و عمل بکنه. وقتی که خواهش نفس انسان بالای انسان غالب شود، او را مجبور میسازه که ناروا بکنه، ارتکاب حرام را بکنه، کارهای ناجائز را بکنه. پس در او صورت او درک کنه که ما خو تعهد سپرده بودیم که بجز از الله هیچ الهی وجود نداره. اینجا چطور ما خواهشات نفس خود را اله قرار دادیم و مطابق او عمل میکنیم؟ با همین خاطر جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم ارشاد فرموده بود که لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. انسان تا وقت مؤمن کامل شدن نمیتونه، یکی از شما مؤمن کامل شدن نمیتونه تا وقتی که خواهشات نفس خود را مطابق امو نظام، امو شریعت قرار ندهد، شریعتی را که ما آوردیم. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد من گواهی میدهم ان بر این که محمدن. شما اینجا ملاحظه میکنین که ان و ان
هر دو به یک معنا آمده. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. اونجا ان بود، اینجا ان هست. ان و ان به زبان عربی هر دو به معنای بر این که ما گواهی میدهیم بر این که. یک کلمه دیگه ما داریم این، و یک کلمه دیگه داریم این. تفصیلی انشاءالله می آیا. شما میبینید که ان بر این که، ان هم بر این که، این اگر، و این یقینا یا بشک. این سه کلمات، این چهار کلمات در قرآن کریم از 3155 بار بیشتر استعمال شده. اگر معنای ای را یاد گرفتیم در این قدر جای معنایش امی معنی هست. گواهی میدهم ان بر این که محمد صلی الله علیه و سلم، اینام مبارک، اینام پاک، نام نبی مهربان ما صلی الله علیه و سلم، او شخص عظیم و بزرگوار هست که به اندازه جنابشان هیچ کس در دنیا مورد توصیف و تعریف قرار نگرفت. اشهد ان محمد صلی الله علیه و سلم. عزیزان گرامی، این نام مبارک که قلبهای ما به حب این شخصیت بزرگوار زنده هست. در دل مسلم مقام مصطفی است، آبروی ما زنام مصطفی است صلی الله علیه و سلم. شما میبینید عزیزان گرامی، این نام بود که پیش از این که عبدالمطلب این نام به رسول الله صلی الله علیه و سلم بگذاره، هیچ کس این نام نداشت. در خود این نام معجزه هست. آنقدر قصیده ها و نعت ها که به خاطر تعریف و نعت جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته شده، در حق هیچ کس گفته نشد. اشهد ان محمدا رسول الله. شما میبینین قرآن عظیم الشان وعده کرده، الله رب العالمین به حبیب خود این فرموده که ورفعنا لك ذکرک. ای حبیب صلی الله علیه و سلم، ذکر تو را و یاد تو را همیشه بلند میکنیم. نام تو را ما شما میبینیم عزیزان گرامی، در هر اذان وقتی که از صبح از جاکارتا سلسله اذان ها شروع شود و امی طور دور میخوره به جنوب شرق آسیا و به جزر و پس بر میگرده و المغرب العربی و به جاکارتا که پس میآید، در روی زمین در شب و روز هیچ یک جای پیدا نمی شود مگر ای که در یک جای، نه یک جای، عظمت و بزرگی الله رب العالمین اعلان میشه و این نام مبارک، نام محمد صلی الله علیه و سلم هم او اونجا یاد میشه. اشهد ان محمدا رسول الله. رسول و رسول فرستاده، این کلمه در قرآن کریم زیاد استعمال شده. رسول الله، رسول الله و رسالت. اشهد ان محمدا رسول الله. استاد با معذرت این پاورپوینت صفحه اول دیر کرده، پس باید تیر کنیم. اشهد ان محمدا رسول الله. رسول، ما وقتی که میگویم که ما گواهی میدهم که محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرستاده الله است جل و علا شانه. عزیزان گرامی، ایرا ما و شما همینطور عادی از این تیر نشویم. این چی معنا داره؟ به این معنا که ما قولا و عملا گواهی میدهم در تمام ظروف و شرایطی که ما قرار داریم، مسافر باشیم یا مقیم باشیم، در دفتر باشیم، در بازار باشیم، در خانه باشیم، در پهانتون باشیم، ما گواهی میدهیم. یعنی زندگی ما به این گواه باشه، زبان ما به این گواه باشه
که ما با محمد صلی الله علیه و آله و سلم محبت داریم و از همه بیشتر داریم. چرا؟ زیرا که این معیار ایمان هست، معیار ایمان هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم با ما شما تعلیم داده، فرموده لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من والده و ولده و الناس اجمعین. ایمان یکی از شما تکمیل شده نمیتانه تا که من را از پدر و مادر و از همه مردم بیشتر دوست نداشته باش. این معیار هست. حالی ما شما ببینیم که آیا این گواهی که ما شما به زبان میگوییم اشهد ان محمد رسول الله و مؤذن صاحب میشنویم، در اقامت میشنویم، در تشهد میگوییم، آیا این طور هست؟ اشهد ان محمد رسول الله. ما به این گواهی در حقیقت اعلان میکنیم که تمام تعلیمات و اموزه هایی که از جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده بدون چون و چرا او را قبول داریم و ما ایرا اعلان میکنیم، در حقیقت گواهی میدهیم که فرموده های جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم و کتاب الله رب العالمین ای اصلا معیار هست. با امی معیار ما و شما حق و باطل را میشناسیم، با اساس امی معیار جائز و ناجائز را میشناسیم، با اساس امی معیار روا و ناروا را میشناسیم. فلهذا اشهد ان محمد رسول الله. ایمان را دار عزیزان گرامی که یک فرموده از جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم که به گوش ما رسید بس امی کفایت میکنه که ما از او اطاعت بکنیم. چیزی را که از جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما رسید امو در حقیقت معیار هست برای قبول ما یک چیزی را. فلهذا اشهد ان محمد رسول الله به این معنا هست که هر آن چیزی را که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم دوست داشت برش پسند بود، امو چیز را ما هم دوست داریم، او برای ما پسند و محبوب است. اشهد ان محمد رسول الله. بعد از او مؤذن صاحب میگوید حی علی الصلاة. حی معنی بیا، علا اگرچه ما شما ترجمه کرده بودیم که بر، مثل که علیهم در اونجا ترجمه کرده بودیم، لیکن اینجا به معنی بسوی. علا بیا بسوی الصلاة، بسوی نماز. صلاة نماز و صلوات جمع است که در قرآن کریم هم جمع و هم مفرد استعمال شده. حی علی الفلاح. حی بیا علی بسوی الفلاح، کامیابی. کلمه فلاح به زبان ما شما استعمال میشه، فلاح دارین، فلاح آخرت. حی علی الصلاح، حی علی الفلاح. در اینجا شما ملاحظه میکنین عزیزان گرامی که مؤذن صاحب ایرا نگفته که هر جایی که هستین امونجا نماز بخوانین، بلکه ایرا گفته که حی علی الصلاة، بسوی نماز بیاین. یعنی وقتی که در گوش شما این صدا آمد، شما آمدگی بگیرین و به طرف مسجد بیاین، نماز را با جماعت ادا کنین. رسول الله صلی الله علیه و سلم ایرا ارشاد فرموده که تفضل صلاة الجماعة بصلاة الفرد ب27 درجه. نماز با جماعت از نماز انفرادی 27 درجه زیاد فضیلت داره. و به خاطر این که وقتی که ما و شما به سوی نماز با جماعت میاییم، دی زیاد فواید هست، فواید فکری و عقلی هست. ما وقتی که
به نماز وضو میگیریم و به نماز حرکت میکنیم، این رو میفهمیم که نماز یک ذکر مکمل هست. در قرآن کریم آمده و اقیم الصلاة لذکری. ما و شما میفهمیم که باید و ذکر الله رب العالمین اطمئنان قلب به انسان حاصل میشه. الا بذکر الله تطمئن القلوب. وقتی که ما و شما از زبان امام صاحب آیات را میشنویم و او را فهمیده بشنویم، در ایمان ما، در معنویات ما، در روحانیات ما و در فهم ما اضافه میشه. اشهد حی علی الصلاة. ما و شما وقتی که برای نماز میخیزیم، وضو میکنیم، طهارت میکنیم، با ما و شما از یک طرف پاکی جسم حاصل میشه، از دیگر طرف پاکی روح حاصل میشه. وقتی که ما بر میخیزیم و به طرف مسجد حرکت میکنیم، باز در نماز رکوع میکنیم، سجده میکنیم، قیام میکنیم، این تمام حرکات با یک بدن سالم ضرورت هست. عزیزان گرامی، ما و شما در نماز وقتی که میاییم با پابندی نماز میخوانیم و وقت نماز معین میباشه، ما و شما تربیه میشیم که مسلمان یک انسان منظم هست در زندگی خود. اوقات خود را مطابق نماز تنظیم میکنیم، اوقات راحت خود را، اوقات شب خود را، اوقات دفتر خود را، زیرا که ما و شما پابند هستیم. وقتی که مؤذن صاحب اعلان میکنه، ما و شما باید زندگی خود را مطابق او عیار بکنیم. فواید اجتماعی نماز وقتی که ما به نماز جماعت میاییم عزیزان گرامی بسیار زیاد است. با یک دوست خود، با یک همسایه خود میبینیم، احوال پرسی میکنیم، در خوشی و خدا ناخواسته اگر غم باشه در غم او شریک میشیم، به او کمک میرسانیم و با این شکل یک جامعه توانا و یک جامعه مستحکم به وجود میآید. اسلام مثل که یک فرد مستحکم و توانا را از لحاظ فکری و عقلی و عملی و اخلاقی و سلوکی میخواهد، امی قسم یک جامعه توانا و منظم را میخواهد که تشکیل شود و نماز و خصوصا نماز با جماعت دو یک رول مهم و نقش مهم را دارد. لیکن مهمترین و بالاترین فلاحی که اینجا مؤذن صاحب گفت حی علی الفلاح، و ایس وقتی که در حساب و کتاب و در روز محشر روبرو میشیم و این نماز به ما و شما یک توشه می باشه و باز اونجا رسید حسنات و نیکی خود را ببینیم و این سبب دخول جنت شوه. این کلانترین و مهمترین کامیابی هست، زیرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده اول ما يحاسب به العبد الصلاة. اولین چیزی که بنده به او محاسبه میشه در روز قیامت او نماز هست. حی علی الصلاة. برادرای عزیز و محترم و خواهرای گرامی، شما ملاحظه میکنین که اینجا دو باری آمده که شما به طرف راستگاری و کامیابی بیایید. با بعضی از کامیابی ها ما شما اشاره کردیم، لیکن یک نقطه دیگه اینجا ای هست که گاه انسان فکر میکنه اگر ما این دکان خود را، این تجارت خود را و این معامله خود را ترک کنیم و به طرف مسجد بریم ما نقصان میکنیم. مؤذن صاحب برشان میگوید که نه، حقیقی رستگاری و حقیقی فایده تو در امین نماز. اگر این کار تو کمی متوقف شود، در بدله الله رب العالمین به تو فلاح و کامیابی بیشتر عطا میفرماید. حتی در موارد مادی الله رب العالمین به شما او وسائل و اسباب را مهیا میکنه که نماز دو عمده ترین سبب هست. حی علی الصلاة. عزیزان گرامی، با امی خاطر اینجا گفته شده که شاید بعض اوقات انسان او راه و مسیری را اشتباه بکنه و فکر میکنه که این مسیر ما که میریم این فلاح است، در حالی که با مسیر معکوس حرکت کرده. فلهذا دوبار مؤذن صاحب برشان میگوید که حی علی الصلاة، حی علی الفلاح.
بعد از او آخرین کلمات مؤذن ادا میکنه که لا اله الا الله. ما و شما ترجمه خواندیم، لا معنی نه، اله معنی معبود، الا بجز الله، یعنی نیست هیچ معبود بجز الله جل و علا شانه. عزیزان گرامی، در اخیر یک بار دیگری کلمات تکرار می شود به این معنی که مؤذن خو عظمت و بزرگی الله رب العالمین را اعلان کرده. اگر کسی این پیام را شنیده باز هم این فرمان را قبول نداره و تصور نکنه که عدم قبولیت او به عظمت و بزرگی و کبریایی الله رب العالمین چیز کمی و نقص را وارد میکنه. لا اله الا الله، عظمت و بزرگی الله رب العالمین و او که اله واحد است. مؤذن میگه الله اکبر، الله اکبر، الله عظیم است، الله بزرگ هست. لا اله الا الله، بجز او سبحانه و تعالی هیچ معبود نیست، هیچ اله نیست. و اله به امو معانی سیگانه که خدمت شما عرض کردیم. عزیزان گرامی، یک نقطه مهم که در مورد کلمه اشهد بود شهادت. الله جل و علا شانه ای امت را یک مکلفیت داده. الله رب العالمین دی مسلمانانو ته یو مکلفیت، یو دنده، یو وظیفه سپارلې ده، او هغه دا ده چې لیکون الرسول شهیدا علیکم وتکونوا شهداء علی الناس. پیغمبر راغلی چې په تاسو باندې گواه او شاهد وي، او تاسو مکلف هستئ چې په دې ټول انسانیت باندې گواه او شاهد اوسئ. د دې گواهی او شهادت نه مراد څه دی؟ د دې گواهی او شهادت مقصود دا دی چې د مسلمان فرد او د مسلمان ټولنې او د مسلمان نظام مکلفیت دی چې هغه په ژبه، په قلم، په عمل دا وښیي چې دغه شریعت چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم راوړی دی دا د انسان د دنیا او د آخرت د کامیابی ضامن دی. مسلمان باید د ټولو انسانانو نه پرمختللی، مسلمانه ټولنه هغه د ټولو ټولنو په مقابل کې پاکي، مطمئنی، آرامي، ډاډمنی. د مسلمان تجارت د ټولو نه باید ګټور او سپیڅلی. د مسلمان مارکیټ او د مسلمان منډی او د مسلمان شاروالي او د هغې ریاست او د هغې مدیریت د ټولو نه پرمختللی. که یو انسان دا شهادت ادا کولی نشي او هغه هره ورځ او هره شپه دا په لسګونو وار تکراری، په اذان کې اوري، په اقامت کې اوري، په تشهد کې اوري، او بیا د ټولو نه پسمانده، متخلف، بیکاره، غیر منظم، غیر مترقی، نو د دې معنا دا ده چې مسلمان په عملی توګه د دې گواهی د شهادت حق، دا حق نه دی ادا کړی او دی نه ده پیژندلی. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. اسکرین شما را در صفحه اول هنوز مانده، امور اگر چالان کنین که پیش بره. همکارتان اگر ببینیم در صفحه اول بند مانده، صفحه دوم و سیوم نشان نمیده. خب میبخشین بسیار زیاد، چون اینجا چیز کردن که دوستان به داخل درس هستن، تا صفحه بعدی نشان نمیده. همکار اگر چیز کنین که فعال بسازن نوره. هنوز هم در صفحه اول هست، پس میشون ببینیم. بله بله، بسیار عالی، تشکر.
درست شد انشاءالله درست شد ناله میتونن پیش ببریم خیر ببینید بمعذرت کی چینا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح يعني دودوبا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بس عزیزان گرامی اذان به ما و شما یک پیام بزرگ را داره من بعد ما وقتی که اذان را میشنویم این معانی و مفاهیم در ذهن ما باید تازه شود و به اساس فرموده جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم که فرموده که قولوا مثل ما یقول المؤذن با مؤذن جواب بگوین قسمی که مؤذن میگوید امی قسم بگوین أشهد أن لا إله إلا الله على كل حال ای مختصر پیام اذان بود بعد از او به بخش دوم ما و شما می رسیم که او قواعد زبان عربی هست و انواع کلمه و حرف جر ما و شما می خوانیم یک بار دیگر با ما و شما تی پی آی را تکرار می کنیم بشنویم ببینیم فکر کنیم بگویم اشاره کنیم از عمق قلب بگویم و همه با هم بگویم خدمت شما ما عرض کرده بودیم که کل زبان عربی در 3 کلمه منحصر هست کلمات عربی یا فعل است یا اسم است و یا حرف است اسم را ما شما خوانده بودیم که نام کسی نام یک جای و نام یک چیزی یا صفت فعل را خوانده بودیم که هر او کلمه ای که با کردن و شدن یک کار و یک فعل دلالت بکنه و در مورد اسم گفته بودیم که در مورد حرف که فعل و اسم را که یک جای میکنه او حرف است ما شما سه حرف را ما شما میخوانیم که لی من و عن و استعمالات ای را هم میخوانیم عزیزان گرامی این 3 حرف لی من و عن به این ضمائر هفتگانه که شما در درس گذشته یاد گرفته بودین که یک بار همراه شما تکرار میکنیم یک ضمائر منفصل بود هو هم انت انتم انا نحن هي و یک ضمائر متصل بود هو هم که کم ای نا ها این 3 حرف همراه این ضمائر هفتگانه در قرآن کریم از 5000 بار بیشتر آمده شما مثلا این حرف لا را همراه ضمائر هفتگانه بخوانین هو شما یاد گرفتین همراهش لا یک جای کنین لهو هم همراهش لا یک جای کنین لهم که لا را همراهش وصل کنین لکا کم لام را همراهش وصل کنین لکم ای لام را همراهش وصل کنین لی نا لنا ها لها امی قسم همراه من و همراه عن وقتی که شما ای را در قرآن کریم جستجو میکنین در میابین که لی
در قرآن کریم به این شکل از 1000 از 1300 بار بیشتر آمده. قسمی که ما شما خواندیم همراه من و همراه عن هم امی قسم ما شما پرکتس میکنیم. من که معنیش از منه منهم منک منکم منی منا منها. منه وقتی که شما منه گفتین از خود هو و ای اشاره میفهمین که اشاره به مفرد مذکر است. از او. منهم از آنها. منک از تو. منکم از شما. منی از من. منا از ما. منها از او یک مؤنث. به امی شکل عنه ما شما وقتی که نام یک صحابی می آیا می گوییم رضی الله عنه. اگر جمع صحابه باشه رضی الله عنهم. رضی الله عنهم. اگر یک صحابیه باشه می گوییم رضی الله عنها. پس خدمت شما ما عرض کردیم که این ضمائر متصل به این 3 حرف ل من و عن از 5000 بار بیشتر در قرآن کریم آمده. یعنی وقتی که شما تلاوت میکنین چقدر زیاد در میابین که منهم است، منکم است، عنهم عنکم، عنا لهم لکم لنا لها. این وقت به شما معلوم میشه که به دقت شما وقتی که تلاوت میکنین و معنای هر کلمه را امی قسم جدا جدا شما بفهمین. پس استعمال یعنی کار خانگی تا هفته آینده ای است که این 3 کلمه این 3 حرف به ضمائر هفتگانه شما در قرآن کریم جستجو میکنین. هر قدر که زیاد ضمائر را پیدا کرده به این 3 حرف انشالله او موفق است و او انشالله برنده هست. و در اخیر ما شما نکات تربیتی داریم که با هم شریک می سازیم و امروز نکته تربیتی عبارت از یک تنفس عمیق است. همه عزیزان ما که اینجا آنلاین هستن یا ایرا تعقیب میکنه یک تنفس عمیق را بگیرد. یک بار دیگه هم و میگوین که طریقهش است که از بینی گرفته میشه و به دهن اخراج میشه. گفته میشن علماء را گفتن که این تنفس عمیق این وسیله رفع خستگی هست. خستگی جسمی و ذهنی. به این خاطر ما شما بس اوقات میبینیم که انسان ها میتور تنفس عمیق را میگیره و یعنی غیر شعوری، زیرا که ای هم به خاطر جسمشان و به خاطر ذهنشان وسیله رفع ماندگی هست. اطباء میگوین و دکتر صاحب اینجا تشریف دارن که کل سیستم های بدن به خصوص جهاز تنفسی را یعنی تازه می سازه و او را به اصطلاح ریفرش میکنه. انسان اگر گاهی در گرفتگی احساس میکنه در بدنش او گرفتگیش رفع میشه. این تنفس عمیق آرام بخش است برای انسان و خاصتا وقتی که انسان در کار علمی و در کار ذهنی باشه این تنفس برای او بسیار زیاد مفید است در وقت حفظ بعضی چیزا، بعضی متون، بعضی آیات. به خاطر این که این تنفس در نتیجه او وقتی که انسان اکسیژن را به بدن خود انتقال میدهد، در نتیجه او سیستم خون تفعیل میشه
و به تمام خلایا و به تمام حجرات بدن انسان خون و اکسیژن میرسه. به این شکل در وقت خستگی از این تنفس عمیق باید استفاده شود و خاصتا در وقت تلاوت قرآن کریم که وقتی که انسان کمی احساس خستگی بکنه، در وقت یاد گرفتن آیات و در وقت یاد گرفتن ترجمه و معنی و مفهوم قرآن کریم. البته در این وقت، در وقتی تنفس گرفتن، انسان در دیگه هیچ چیز باید مشغول نباشه و به این شکل انسان از عمق قلب به تمام توانایی خود و به تمام طاقت خود باید به قرآن عظیم الشان و به خواندن قرآن عظیم الشان رو بیارن. از الله رب العالمین دعا میکنیم که به ما و شما توفیق تلاوت درست قرآن کریم، توفیق فهم قرآن کریم، توفیق تدبر و فکر کردن در قرآن کریم و عمل کردن با قرآن کریم و رساندن پیام قرآن کریم عطا فرماید. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.